2, son 2, 3, 4. Sana bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına savaş onunla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. حاضران یعنی چی ما دوتا غریبه ایم؟ این همه اتفاق بین ما افتاد، اینطوری نکن. من یادم نمیاد چیزی باشه. همشونو پاک کردم، فراموش کردم. بعد از این من و تو فقط شریک کاری هستیم و تموم. حاضران من و تو راجع به این حرف نزدیم. من تمام سعیمو کردم که رویای تو محقق بشه. حالا آدم بده من شدم. مگه از من نظر پرسیدی؟ نظر من اصلا برات مهم بود؟ نخیر، نپرسیدی، سر خود تصمیم گرفتی و تموم. دروغ میگم؟ الانم من برای خودم تصمیم میگیرم. ازت نظر نمیپرسم، نظراتتم برام مهم نیست. حتی برام مهم نیست چی پیش خودت فکر میکنی. تو اینا رو جدی میگی؟ منتظرت موندم، صبر کردم بگی نرو بمون، اما هیچ کاری نکردی. حاضران من یه کاری کردم، اونم به صلاح تو بود. خودت هم اینو میدونی. خب بهترین جمله برای اونایی که دل میشکنن همینه، نه؟ به خاطر صلاح تو فلان کارو کردم. اما من گوشم از این حرفا پره. حاضران نمیذاری بگم؟ توضیح میدم واسط، گوش کن ببین چی میگم. چون که اهمیتی برام نداره. تو یه لحظه به من گوش کن. پویراز دیگه چیزی نیست. وایسا ببینم کجا داری میری. دیگه به هم دست نزن باشه. حاضران بس دیگه. بس نیست، تازه داریم شروع میکنیم. بعد از این فقط مثل دوتا غریبه ایم. خیلی خوب باشه هر جور تو میخوای. دوتا غریبه باشیم دیگه، حرفی نزنیم. هر جام دلت میخواد برو. خیلی خوب. از این به بعد تو این هتل به حرفای من گوش میدید و دستورات منو اجرا میکنید، فهمیدی؟ بعد از این حاضران هرچی که بهتون گفت و گوش نمیدین، باشه؟ چیزی هم بهتون گفت میایین به من میگین. اینجا حرف منه. داداش ایمیل برات از آمریکا اومده، اگه خواستی چک کن. عالیه، همینو کم داشتیم. محشره. از طرف کیه؟ شریک آمریکایی سهامشو فروخته. خب به کی فروخته؟ نمیدونم. پویراز یه پسر خیلی خیلی خوبه. به نظرم یه مرد اصیله، محشره و مثلش نیست، ولی ناراحتش میکنن. بهتره که این کارو نکنن، ولی خب میکنن. ببینید آقا، فکر کنم اشتباه گرفتید. من اسمم آیتن نیست، کسی به اسم پویراز رو هم نمیشناسم. واقعا ساعت هاست که دارم نقش بازی میکنم. اسمتون آیتن هست، پویرازم خیلی خوب میشناسین، چون که اون پسر خود شما هست. میشه لطفا اینجا رو ترک کنید؟ میگم تو شرایط سختیه، چرا متوجه حرفام نیستین؟ اون واقعا به کمک احتیاج داره. یه هتل گرفته، ورشکست شده. منم خواستم کمک کنم، سهام خریدم ولی نشد. زندگی عاشقانش کلن به هم ریخته. ببینید من کسی به اسم پویراز نمیشناسم. بابا پویراز داره میمیره تو بخش ویژه. چی؟
ای بابا خدا بگم چی کارتون نکنه. دل مادر خوب طاقت نمیاره نه؟ من که بهتون گفتم بازی نمیخواد. پویرازو میشناسید، خب اون بچگی شماست. ای ترسو اونجوری نگاه نکن. حال پویراز خوبه، خیال تخت حالش خوبه، توپ ماشالله. ولی به نظرم شما حتما یه سرجزیره بیاد، حتما بیاد. این پسر داشت ازدواج میکرد، اونم نشد، یعنی نذاشتن. این یکی رو دروغ نمیگم. نمیخواید وقتی اومدید جزیره ما در شوهربازی در بیاری؟ حاضران صدفلی، بهتره یه پرسجویی بکنی. فعلا خدا حافظ. حاضران صدفلی. بعد از این یه دوره جدید رو شروع میکنیم. به هتل یه سری تغییرات اساسی میدیم. دیگه گزارشات روزانه رو فقط به من میدید. اگه مشکلی داشتید کجا میرید؟ میایید سراغ من. ببینید آشپزخونه کلا نو میشه، منو هم تغییر میدیم، فهمیدید؟ من خودم کارا رو لیست کردم، دست به دست پخش کنید. بریم سر کارمون. از کار ما راضی نیستید؟ متوجه حرفاتون نشدم. اوف بی خیال، رضایتش به خاطر ما نیست که، به خاطر داداش پویرازه. خب جدا شدین دیگه، چیه؟ مگه دروغ میگم؟ توپت از اون پره داری به ما پیله میکنی؟ نهیر جون باشه ساکت میشم. اگه آقا پویراز چیزی ازتون خواستن، اول میاید سراغ من، از من نظر میپرسید. اگه من اجازه دادم انجامش میدید. فهمیدی؟ فهمیدید؟ فهمیدیم فهمیدیم. براک اینا رو باید جابجا کنیم. اینجا چه خبره؟ همه به صف شدن. جلسه داریم. حاضران اینطوری جلسه برگزار میکنین؟ مگه پادگانه؟ آقا پویراز اگه شما مشکلی دارید میتونید. مشکل دارم، بی خبر از من نباید جلسه بذارین. براک اینا رو جابجا کنین. پسر چرا منتظر تایید اونی؟ خیلی خوب دوستان، جلسه تموم شد، موفق باشید. تو با من بیا. مگه بهت نگفتم دیگه به من دست نزن؟ ببین منو حاضران، هر چقدر دوست داشتی از دستم عصبی شو، هر چی خواستی بگو، اما پیش کارکنان نمیتونی اینطوری رفتار کنی. اینجا واسه خودش اصولی داره، چرا سر خود یه کاری میکنی ها؟ هر چقدر که تو اینجا سهم داری منم سهم دارم. که اینطور میبینی که من هر کاری میکنم به صلاح هتله، مثل خوبی که در حق من کردی پویراز. تو از من نپرسیدی نمیتونی انجام بدی. وقتی جای من تصمیم گرفتی از من نظر خواستی. این و اون فرق داره، بحث ما جداست. نه همشون یکیه. حاضران تحت فشارم، تا خرخره پرم. اون یکی شریکمون سهامشو فروخته، نمیدونم با کی شریک شدیم. چطوری؟ آخه چطوری ممکنه؟ نمیفهمم. چه میدونم، امکانش بوده دیگه. اون زن آمریکایی سهامشو فروخته. چطور؟ نباید بهمون توضیح میداد. تو مطمئنی پویراز؟ از کجا بدونم؟ بگذاریم. خب طرف کیه؟ اونم نمیدونیم نه؟ حاضران گفتم که نمیدونم. ببین چی میگم، هرچی هم بینمون اتفاق افتاده باشه نمیخوام بعد از این بیخبر از من کاری انجام بدی. تموم. دیگه بهم دستور نده، شنیدی؟ برید سر کارتون دیگه باید معجزه بشه، اینا با هم یکی بشن. شایدم یه مصیبت. یعنی چی؟ همون که میگن توی هر شری خیری هست. کاش یه مصیبتی اتفاق بیفته اینا آشتی کنن.
این کارخونه روغن زیتون خیلی برای پویراز مهمه آخه. مجبور بود، اصلا امکان نداشت بفروشه. قبل شما با فهمی حرف زدم، به اونا قول دادیم ولی شما این مبلغ خوب پیشنهاد دادیم. باید اینو با پویراز در میون بذارم. متوجه میشی چی میگم؟ آخه خیلی مهمه، همینجوری که نمیشه بفروشه بره. هم میشه، من نمیذارم. خب باشه، منم 100,000 لیر بیشتر میدم. خب پیشنهاد خوبیه. 100,000 تا؟ خب مبلغ خوبیه، باید با پویراز حرف بزنم. 100,000 تا مبلغ خیلی خوبیه به نظر من. مبلغ خوبیه نه؟ آقا پویراز بهتون وکالت داده، مایل باشید همین الان اینجا مسئله رو تموم کنیم بره. برگه ها اونجاست، روی هر برگه رو امضا میزنید و پول مال شما میشه. ای قربونه چی میاری واسم؟ 5 و 3 خوشگل پسنداش میان وسط. های شریک نوبت توه. وسط کوچه مجبورم کردی تخته بازی کنم. انگار نه انگار رئیس شهرداریم. خب تو جمع ملتی دیگه، همه اینو میخوان. من که میدونم چی میخوای جلو همه ببازم. آره بازی کن. این چه مدل تاس انداختن؟ تاسو چرا سود کردی؟ شایدی. ممنونم خانم. شما؟ این آیتن نبود؟ کی؟ مادر پویراز. نه بابا آیتن دیگه. زیاد مطمئن نیستم ولی انگار هستم. امیدوارم فقط شبیهش بوده باشه. امیدوارم. اگه آیتن واقعا جزیره باشه با هم روبرو بشن دیگه کس نمیتونه جلودار پویراز باشه. باور کن. هر شب صورتم روغن بزنم. ای بابا، روغن هسته انگور سیاه 15 لیر، اینم 40 لیر. آره زندگی طبیعی. لودوس؟ ببخشید؟ اونه که تنته لودوسه، همون طراح معروف جهانی دیگه. نمیشناسی؟ یکی از شاهکارای اونه. خیلی هیجان زده شدم. ترکی میفهمید یا نه؟ میشنوید؟ میفهمید که چی دارم میگم؟ ها وای خدای من، این خارجیه. ای بله لودوسه. بله لودوس، خیلی بهتون میاد. آره واقعا خیلی خوش اومدین. طراح محبوب منه. آره میدونی که به زودی میاد جزیره. من بیخبرم، نمیدونم. چطور خبر نداری؟ همه دنیا میدونن. اونی که تنتونه یکی از شاهکاری نادر اونه. بهتره یکم خودتون رو آپدیت کنید، مگه نه؟ خیلی خوب، بهتون میاد. عالیه. بابا یعنی چی که همه ی کارتای بانکی رو ازم میگیری؟ همش 5,000 لیر ازت خواستم ها. بابا این مغازه خیلی قشنگه، اگه نخرمش از دستم میپره. لطفاً قیمتش هم خیلی خوبه، فقط یکم کمکم کن. بابا اینجا یه مغازه زیورالاته ولی من میخوام بخرمش و کار خودم رو شروع کنم. به خدا راست میگم. بابا جون من پولو هدر نمیدم، اینجا جایی برای پول خرج کردن نیست. من فعلا بر نمیگردم بابا، ولی باز کارتای بانکی منو لغو نکنی یا باشه؟ بابا آقا تو رو خدا یکم دیگه تخفیف بده. گفتم که
این اواخر همه سر و دست میشکنن. یه شرکت اومده همه چی رو با قیمت بالایی میخره. خواستین یکم عجله کنید. فقط گفته باشم 2 روزه این مغازه فروش میره. ولی 1-2 روز فروش نره اتفاقی نمیافته که این همه ما از اینجا رفت آمد کردیم، با هم دیگه آشناییم. به هم پول نمیده، میگه خودت باید به دست بیاری. خیلی خوب، نمیشه 2 روز دیگه صبر کنین؟ نمیتونم، بقیه‌ام اینجا رو میخوام. ببخشید منم پول ندارم. اصلا بی خیال نشد دیگه. بیا بریم، من یکم آب خنک باید بخورم. نه صبر کن، خواهش میکنم فقط 1 روز 24 ساعت ازتون خواهش میکنم. باشه یه زنگ بزنم ببینم چی میشه. باشه خیلی ممنونم. را بیو بریم دیگه. ایدیل جون میگم پول ندارم، چرا معطلشون میکنی؟ بیجی خب یکم برای آرزوها تلاش کن، چرا اینقدر زود بیخیال میشی تو؟ خب میگی چی کار کنم؟ مگه اینکه بخوای بهم پول قرض بدی که من قبول نمیکنم. فقط از بابام قبول میکردم که اونم دستش درد نکنه بهم نداد. بگذاریم دیگه. خیلی خوب، خودت به دست بیار عزیزم، من مطمئنم تو میتونی. نمیدونم، شایدم حق داره. وقتش رسیده که پول در بیارم بدون اینکه به کسی نیاز داشته باشم. گفت 24 ساعت؟ به نظر در عرض 24 ساعت میتونم 5000 لیر به دست بیارم؟ آره تو میتونی. ولی آخه چجوری؟ من یکی رو میشناسم، فقط اون میتونه تل خودم. آروم، نگران نباش، بعد این من اینجا. سلام جونم، کارا چطور پیش میره؟ خوش اومدی. چه خبر بوراک چاخان، مو خوشگله من. بچه ها یه خبر خوب براتون دارم. میشه الان با من حرف نزنی؟ چون صبح تا شب دارم اینجا کار میکنم، سرم هم شلوغه، باید به همه چیزم برسم، همه کارارم راست ریز کنم. بچه ها ما که جای چراغی حیاتو عوض کرده بودیم. پویراز گفته بذاری سر جای اولش. آره عزی چه خبر؟ میشه با هم حرف بزنیم؟ یه خبری برات دارم. با تو الان نمیشه. با شما هستم، جواب بدید. ببینم حلش کردین؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ یه خبری براتون دارم. با تو الان نمیشه، کلی کار داری. اما خب واسه چی کسی به حرف من گوش نمیکنه؟ عجیبه ها. میدونی آخرین چیزی هستی که باید مشغولش باشین؟ باشه، میخواستم کم کم بهتون بگم، ولی حالا که اینجوریه یه باره میگم و خلاص. ما بقیه سهمای زمینای این هتل رو من خریدم. از این به بعد با هم شریکی. مبارکی. چی؟ ای بابا 1000 بار به ملیسا گفتم تخت نرد بذار اینجا، الان بازی میکردی. چایتون اومد، شیرینیام آماده شدن، قهوه شمام آماده. حساب لطف میکنیم حساب الان میارم. داداش فاتح خوبی؟ این چیه با؟ اسپرسو دوبله. گفتم یه چیز جدید درست کن. خیلی تون بود. نوش جان. نوش جون چی؟ ای توف تو اون قهوه که تو بمونم کنی. چیزه داداش فاتح، تو رو هم تنها گذاشتم. دختر خوشگلم این چه حرفیه؟ جای تو اینجاست. من شاگرد جدید واسه خودم پیدا میکنم. پیدا کردم. لطیف مگه تو دنبال کار نمیگشتی؟ بیا برو بابا. تو انتخابات حالتو میپرسم. داداش فاتح صبح بخیر. سلام شهردار. سلام. خوش اومدی مرغ عشق. صبح بخیر. چت شده؟ تا میگم همه چی درست شد. خب دارن قهوه خونه رو میفروشن. یعنی چی؟ کجا؟ به کی فروخته میشه؟ نمیفهمم. نمیدونم داداش محمد به یه شرکتی فروخته. تازه پوز میده که با قیمت خوبی هم فروخته.
بچه‌هایی که اونجا کار میکردن و فرستادن جاهای دیگه تا بیکار نشن. اونجا رو هم خیلی سریع باید خالی کنم. خب این دیگه یهویی از کجا پیدا شد؟ یهو نیست، متاسفانه مدتی اینطوریه. داداش حسنم گفت که باغچه رو فروخته، منم توجه نکردم. یه عده اومدن هر چی زمین فروشیه میخرن، میخوان چیکار نمیدونم. خب یه عده میفروشن یه عده میخرن دیگه، به فروشنده نمیشه چیزی گفت که صلاح دیده. ولی شهردار این وضعیت خیلی غیر طبیعیه، نمیشه که همه طالب جزیره باشن. درسته، دقیقاً همینه. حتما یه کاسه زیر نیم کاسه است. بفرمایید من اومدم، پارچه دارم. این چه وضعشه؟ گورکم داری چی کار میکنی؟ پارچه دارم. یعنی باشه خبره. اون لیوانابو بکش کنار. باشه. اینا چیه؟ موشک پارچه. دخترها یه خبر مهم دارم. طراح مطرحی که تمام اینا رو طراحی کرده داره میاد اینجا. یعنی اون باهوشه، خیلی باهوشه، کاشفه. اون که منم. البته که نیستی عزیزم، اون یه مرده، یه طراح مرد عزیزم، و اول اسمش هست لو. خوب دقت کن ببین، لو. یه کلمه دیگه لطفا. دختر دیگه چی بگم؟ خب لودوس. چرا نشدیدید آخه؟ لودوس داره میاد جزیره، چرا نمیدونید اینو شماها؟ لودوس دیگه کیه؟ یه برندی به اسم لودوس، برای هر لباسی قصه هایی دارن و از این کارا. یه صاحب برند معروف، طراحش هم یه آدم اسرارآمیز که نه البته، ولی هیچ کس نمیشناستش. به نظرم انقدر زشته که نمیتونه بین مردم بره بیاد. یادم اومد، همون بی‌احساسه آدم که نباید چهرهشو پنهان بکنه. آخه چه لزومی داره؟ ولی خب اینا کارشون واقعا فروش میره. واقعا موافقم. گورکم ما فکر کردیم خبریه. چقدر حسودین شما آخه، چقدر حسودین. رسما شبیه هم شدین. یه برند خلق کرده، میخواد اسرارآمیز بمونه، شناخته نشه. چرا اینو نمیفهمید شما آخه؟ به نظر من زینب کاراش خیلی هم از اون بهتره. به نظرم تو از من خیلی بهتری عزیز دلم. دخترها نه تنها داره میاد جزیره، بلکه مسابقه هم ترتیب داده. این بار یه طراح مهمونم به اکیپش اضافه میکنه. متوجه شدی؟ آره، منظورتو که خوب میرسونی، ولی خب به ما چه؟ آره والا خیلی خوب میدونی چه ربطی بهتون داره. شما هم اندازه من اونو دوستش دارید، نه؟ به نظرم بازی در نیارید. ببینم میخواید جزئیات مسابقه رو بدونی؟ کسی نمیخواد بدونه؟ پس میگم براتون. یعنی چی شریک شدین؟ تازه تو شریک آمریکایی از کجا میشناسی؟ من شریک تو نیستم، گم شو بیرون. علیه اون زن آمریکایی هم شکایت میکنم. این شدنی نیست. حالا هر چی که خواستید بگید دیگه خیلی دیره. یعنی با شریک آمریکایی توافق کردیم و امضاها رو زدیم. از این به بعد ستایی شریکیم. یک کف مرتب به افتخارمون. فشفشه ها هم دیگه رو بغل کنیم. ما تو شرایط سخت بهت کمک میکنیم، تو پشت سر ما کلک سوار میکنی. تو چطور آدمی هستی؟ چه میشه کرد؟ منم اینجوریم، خدا لعنتم کنه. هر روزم سراغ شریک سوم هتل رو میگرفت، میخواست از زیر زبون من بکشه. آره شبیه کوسه‌مایی این اطراف میپلکید. متاسفم برات پسر بور، برای تو هم متاسفم. دومین دوست صمیمی، نمیشه باتون یه مسئله رو مطرح کرد. شناختمتون، فهمیدم. آره فهمیدم. تو از جون ما چی میخوای مرتی که؟ تو به یقه من خیلی میای آخه، خیلی با هم صمیمی شدی. میکشمه. شاید دروغ میگه. مگه میشه بیخبر از ما همچین اتفاقی بیفته؟ یعنی ممکنه آخه؟ یه لحظه اگه اجازه بدید، البته اگه بتونی یقمو ول کنی بهتون نشون میدم. آره بفرمایید. اینم جزئیات توافق. والا به خدا من دنبال کثافتکاری و این چیزا نیستم، جدی میگم. منم دلم میخواد با شأن و حیثیت و شرف و غرورم کار کنم. همشم به خاطر کار کردن شما رو هم دوست دارم. خواستم با شما کار کنم. خب چیه؟ میخوام دوستتون داشته باشم. بذار ببینیم ما هم میخوایم دوست تو باشیم یا نه.
ببینم تو خبر داشتی؟ از کجا باید میدونستم آخه؟ من که نمیدونم. تو کارهای پنهانی میکنی، شاید هم همچین کاری کردی. من یا تو؟ کدومش؟ مگه من دیوونم با تو شریک بشم؟ داری دلمو میشکنی. ببینم از کجا معلوم که تو نیاورده باشی؟ ها؟ من؟ آره تو. بالاخره تو یواشکی یه کارایی میکنی، اونی هم که وانمود نمیکنه هیچی نشده باز تویی. دوستان به نظرم همگی میتونیم اینجا با هم دوستانه کار کنیم. تو دهنتو ببند. باشه من میبندم، ولی مطمئن باش که چیزی عوض نمیشه. باز تکرار میکنم که ما ستایی با هم شریکیم. حتی من به چند تا تغییراتم فکر کردم. اگه بخوایم میتونیم فردا صبح جلسه بذاریم. وایسا ببینم. ببین اون فکه کسی که این دفعه میکشه. زمین ففره کار میکنه. پرنده بخ رو دوشتون نشسته. چرا نمیفهمی؟ پویراز چیکار میکنی؟ آروم باش پسر. آروم باشین بچه‌ها، ما یه مشکل اساسی داریم. چه مشکلی جدی‌تر از با تو میشه آخه؟ یارو با ما شریک شده. قهوه خونه آلپرو خریدن. البته نه فقط اونجا رو، مغازه بغلی هم خریدن. چی؟ آخه چطور ممکنه؟ متاسفانه باغچه داداش علی، باغ زیتون بغل دستیش، خونه باغ زهرا 2 هفته است دارن بی صدا هرچی هست و میخرن. داداش نمیدونم یکی یا یه عده تمام زمینای بزرگو میخرن. قطعا دنبال یه هدفی هستن. نمیدونم. چی دارید میگی؟ اینا حقیقت داره؟ حتی کارخونه ای تو هم خریدن. یعنی چی؟ اینا کیه؟ یه توریست به اسم دویگون گردشگری کار میکنه. به اسم مشتریاش هرچی هست داره میخره. خب تا جایی که من شنیدم میخوان این هتلم بخرن. نقششون اینه. یعنی چی؟ کی میخواد هتل منو بخره؟ من تازه این هتل رو خریدم، تمام پول و زندگیمو دادم اینجا. این کیه که میخواد بیاد هتل منو بخره؟ من میشناسمش. آقای دویگونو. رئیس سابقمه. دخترها چی شده؟ دارم میبینم که برای شرکت تو مسابقه خیلی عجله داری. آنه عزیزم چه ربطی داره؟ ما حوصله‌مون فقط سر رفته. من خودم کار دارم. من خواستم بهتون کمک کنم یکم. من به کمک نیاز ندارم. پارچه رو انتخاب کردم، طراحیمم کردم، تا فردا حلش میکنم. ولی شما اصلا نظری ندارین، همینجوری دارین به پارچه ها نگاه میکنین. ما هیچ نظری نداریم. خیلی با نمکی. این چقدر پارچه عجیبیه. آره پارچه با کیفیتی، استرچ هم هست. رنگش هم خیلی خوبه. آره فقط از اون یه لباس در میاد دخترها. جدی؟ این دقیقا مناسب لباسی که طراحی کردم. صبر کن نگاه کنم. میشه ولش کنی؟ سلما ول میکنی؟ تو باید ول کنی. دستتو بکش لطفا. پارچه خودشو به 2 بخش تقسیم کرد، نتونست شما رو تحمل کنه. ماشاءالله. این یارو همونی نیست که گفت ترازنامه ها رو بدزدی؟ متاسفانه. الو صادق. سلی. من الان دیگه چقدر پول دارم ها؟ بذار به کریپتو یه نگاه بندازم ببینم چقدر مونده. اینجا فقط چیزهای مهمتر از پول تو از دست نمیره. درخت‌ها رو میبرن، روی زمینای زراعی ساختمونای بتونی میسازن، جزیره به این قشنگی رو تبدیل به جزیره بتونی میکنن. تو متوجه این چیزا هستی؟ نمیفهمی نه؟ بتون دوست ندارم. نگران نباش داداش عزیزم، اجازه نمیدم. ببین چقدر خوبه، هممون اینجا کنار هم نشستیم. کاش که بیرجی کم بود. داخل اون قرارداد نگاه کن ببین اسمش چیه. میتونم با آقا دویگون در تماس باشم؟ دویگون؟ تو هم زمینتو بهش فروختی؟ چیز دیگه ای بهت نگفت؟ به جزیره اومده؟
این چه جور پروژه‌ای ها؟ باشه صادق باشه، مشکلی نیست. بازم حرف میزنی. باشه ممنون سری. نه چیز دیگه ای نمیخوام، میبینمت. خب طرف اینجا بوده، تو جزیره بوده؟ خیلی خوب باشه، پس دیگه منتظر چی هستین؟ هممون با هم بریم دهن این یارو رو سرویس کنیم. تو یکی آروم باش. من نمیتونم آروم باشم، خدا منو اینجوری آفریده. چی کار کنم؟ خونم به جوش میاد. داداش الان چی کار میکنیم ها؟ من میدونم چی کار کنم. کجا میری پویراز؟ برم ببینم چه دردی داره. ببین بعدم با تو هم کار دارم، یه وقت جوگیر نشی که شریک ما شدی. شرکای من، شرکای عزیزم، شرکام، قربونتون برم. تو کجا میای حاضیران؟ پیاده شو. را بیفت بریم. مگه نگفتی دیگه ما نیستیم؟ معلومه که وجود نداره. من دارم سعی میکنم از هتل و جزیره محافظت کنم، ربطی هم به تو نداره. پس کمربند تو ببند. دارم میبندم. یعنی آقا دویگون اینجا میمونه؟ بیا ببینم. ببخشید، عادت کردم. دویگون اینجاست؟ منظورت آقا دویگونه؟ اینجاست یا نه؟ کارمندوی سابق آقا دویگونم، یعنی از شرکت. بگم کی اومده؟ حاضیران، چه سورپرایز خوبی شد. تو هم باید پویراز باشی، پسری که حاضیران به خاطرش از شرکت رفت. ببینم تو فکر کردی میتونی جزیره رو بخری؟ داشتیم میخریدیم، مگه نه حاضیران؟ شروع شده بود، منتها بعدش به ما خیانت شد، کار ناقص موند، یکی به ما خیانت کرد. بی خیال گذشته شو، من دارم با تو حرف میزنم. خدا رو شکر که میتونم کار خودم رو حل کنم. به یه کارمنده به درد نخور مثل حاضیران نیاز ندارم. درست حرف بزن. آروم باش، آروم باش. دوستان خیلی احساسی رفتار میکنید. به اطرافتون نگاه کنید، همه چیز دنیا داره تغییر میکنه. شما هنوز دارید با جمله های قدیمی صحبت میکنید. شما نمیتونید تا این حد آدم بدی باشید، لطفاً این کارو نکنید. حاضیران، بعد از رفتن تو از اونجا یه تغییرایی کرده. دیگه دنبال پروژه های بزرگتری هستیم، فقط یه کارخونه کوچیک نه، بلکه میخوایم کل جزیره رو از نو بسازیم. سر رؤسامون هم سلامت، خوب حمایت میکنن. برای مشکلای کوچیکی مثل شما یه پیشگیری کوچیک بسه. راستش خیلی هم کوچیک حساب نمیایین. تو هر چقدر میخوای اینطوری ادامه بده، مشکلات بالاخره به پر و پای تو هم میپیچن. اول جزیره رو ازت پس میگیرن، بعدش هم کارخونه رو. شنیدی؟ به نظر من عجله کن، چون که به زودی تخریب میکنیم اونجا رو. نباید به اون کارخونه دست بزنی. حتی به یه سنگ اون کارخونه نباید دست بزنی. این تازه شروع کاره. هتل تو هم میگیرم. من تو رو میکنم. ببینم ولم کن. چیکار میکنی؟ کنار. برو به کارت. زود باش. حاضران خوبی؟ پویراز خواهش میکنم کافیه، بیا بریم. باشه، شرشونو کم کنید. منو نگاه کن، کارم با تو تموم نشده، شنیدی؟ حاضران با من بیا. چی شد، دردت گرفت؟ یکم. وایسا، میتونی راه بری؟ بیا. زود خوب میشی. من به تو نگفتم که نیا؟ تازه تو واسه چی میای؟ همیشه همین کار رو میکنی. چی کار میکردم؟ تو رو تنها میذاشتم. معلومه که باید تنها بذاری. برای یه بارم که شده به حرفم گوش بده، به وضعیت نگاه کن. بابا حس میکنم من اون مرد و بلای جون شما کردم، هنوزم حس میکنم مقصرم. معلومه که منم میام. تکون نخور. نه پویراز، من خودم درستش میکنم. پویراز
2 دقیقه تکون نخور، حلش میکنم. صبر کن. درد میکنه. باشه تموم شد. درد میکنه. دردش 2 روز دیگه تموم میشه. دردش میمونه، تموم نمیشه. الان واسه چسب زخم میزنم، تموم میشه میره. فقط نمیشه روی هر زخمی چسب زخم زد. بعضی از زخما باز میمونن، همیشه خون میاد. کجا میری؟ آزیران کجا میری؟ انگار روز سختی بوده. همینطوره. خیلی ببخشید، من نتونستم شما رو به جا بیارم. یکم فکرم درگیره، ببخشید. آشنا نیستیم، اما میتونیم آشنا بشیم. این مرد کیه؟ یه بار دیگه برام تعریف میکنی؟ اینا اهل استانبولن، اینجا آمدن دارن سرمایه گذاری میکنن. کارخونه روغ زیتون پویراز یادت میاد؟ اونو به این آدم فروختیم. به یه دستیار روزانه نیاز داشتن، تو به ذهن من اومدی. یعنی پول خوبی هم میدن، 5000 لیر نمیدن، ولی شاید یه مقداری بتونی جمع کنی. میدونی بالاخره بخوری نمیری هست. نمیدونم، بریم ببینیم چی میشه. بیا سلام. سلام آقا جویگون. گفته بودین تو دفتر برای یه روز به دستیار نیاز داریم. منم دوستم بیرجیکو با خودم آوردم. یعنی تو این کارا خیلی حرفه‌ایه. خواستم با شما آشنا بشه اگر بشه. یه کار یه روزه دفتری. ایمیل میزنی و جواب تلفن میدی، چند تا پرونده جابجا میکنی، از پسش برمیای. تجربه داری؟ خب قبلا من این کارو نکردم، ولی وقتی کارمندای بابام کار میکردن دیده بودم. یعنی میتونم. زبان خارجی بلدی؟ بله بلدم. زبان آلمانی و انگلیسی بلدم. یعنی از دانشگاه فارغ التحصیل شدم. میتونه بابا، ماشاءالله بلده. یعنی از عهده هر کاری برمیاد. مگه نه؟ خیلی عالی هستش. برای یه روز میخواین؟ آره، فردا شب از اینجا میرم. صبح چند تا کار دارم، فقط برای امروز میخوام. پس ما هم در مورد پول با هم حرف بزنیم دیگه. بالاخره من اونو حلش میکنیم، نگران نباش. 5000 لیره. پس آقا جویگون اجازه بدیم ما بین خودمون حرف بزنیم. خب ممنون میشم. باشه. اگه اینجا خوشت نیامد بگو، یه جای دیگه هم میتونیم بریم سر بزنیم. چاره دیگه ای ندارم صادق. چه میدونم، یعنی کار سختی نیست. به نظرم خیلی راحته. کار یه روزه. خودم حلش میکنم. ممنون. باشه چیزه. آقا جویگون ما بین خودمون حرف زدیم. موافقی؟ خوبه.
بیا ببینم. خیلی ممنون. متشکرم. چیز آقا دویگون، ولی میشه به منم یه پرسنتی بدیم بالاخره؟ ابراهیم؟ سلام ابراهیم، چطوری؟ خوبی؟ اینطوریه. همونطور که میبینین زندگیم خیلی پیچیده است. خب این که دارم تمام این وضعیت رو برای یه غریبه تعریف میکنم خیلی عجیبه. ببخشید من شما رو خیلی خسته کردم. نه عزیزم، این چه حرفیه؟ معلومه خالی شدی. بعضی وقتا یه غریبه بهتر از یه آشناست. شریکم زندگیمو خیلی سخت‌تر میکنه. البته منم یه زمانی زندگی اونو سخت کردم. هر بلایی سرمون میاد به خاطر اون میاد. بلایی که به وقتش درست کرده بودم الان اومد ما رو پیدا کرد. شاید هم الان وقت درگیری نیست. وقت پیدا کردن راه حله. راستش حق داری. اون راه حل حتما منم. من این بلا رو تو اینجا کشوندم. منم قراره تمومش کنم. خیلی ازتون ممنونم. شما یه انرژی دارین که به آدم آرامش میده. من یه مدت دیگه توی جزیره میمونم. اگر روبرو بشیم دوست دارم به حرفات گوش بدم. خیلی ممنونم. بهتر من دیگه برم. راستی من حاضرانم. منم آیشه. خوشبختم. منم همینطور حاضران. میبینمتون. به سلامت. پویراز؟ پسرم. خب ایمیلم هم فرستادم. به زبان آلمانی ترجمه کردم. از من چیز دیگه ای هم میخوای؟ بیار ببینم. بله حتما. بفرمایید. ارادتمندم؟ آخر ایمیل گفتی ارادتمندم؟ آخه متن ایمیل خیلی جدی بود. منم خواستم یکم صمیمی بشی. این یه کار میلیون دلاریه. خب یهو میگفتی میبوسمتون. نه من میخواستم بنویسم عرض ادب ولی اینطوری نوشتم. معذرت میخوام. باشه بگذاریم. زود باش برام یه قهوه درست کن. یعنی من قرار قهوه درست کنم؟ میخوای من درست کنم تو بشینی؟ نه البته که درست میکنم. الو؟ بفرمایید. سلام. نقشه ها پیشمونه. با سرمایه گذارها اینجا ملاقات میکنیم و امضا میزنیم. این کار حل شد. جزیره گیلانجینگ مرکز توریستی فوق‌العاده‌ای میشه. جوری که هیچ رقیبی توی اروپا نداشته باشه. البته روز خوش. گویکان این پروژه ها رو بردار ببر بذار توی اتاق من. اصلا باورم نمیشه. یعنی این مرد رئیس حاضرانه.
اجازه وارد خونه من میشی؟ با چه روی میای اینجا؟ وقتی موضوع پسرم باشه هر کاری میکنم، میدونی. 2 بار ترکش کردی و بعدش اجازه دادی تو زندان بپوسه. اینجوری واسه پسرت هر کاری میکنی؟ داستان جوری که تو تعریف میکنی نیست عالیه خانم. هم تو هم من اینو میدونیم. ببین نزدیک پای راز نشو، وگرنه پسرم واقعا قاتلت میشه. قول داده بودی ازش مراقبت کنی. مشکل بی پولی نیست، اونو حل کردیم. ولی پسرم غمگینه. اینو از من مخفی کردی. ما بدون تو اینجا خیلی خوشحالیم. من و نوام همه چی رو حل میکنیم. ما از تو هیچی نمیخوایم، به تو نیازی نداریم. دیگه نمیتونی منو از پسرم جدا کنی. ببین برای آخرین بار بهت هشدار میدم، از پای راز فاصله بگیر. اگه الان که اومدی کسی رو دنبالت رو انداخته باشی. کسی دنبالم نیومده. آیتم مرده. الان دیگه عایشه هستم. همه اینو میدونن. اون مردم مریضه، نمیتونه از سخت خواب بیرون بمیره. زندگی نوامو نابود کردی. من هر کاری کردم به خاطر این بود که آسیبی به پسرم نرسه. برای اینکه اون مرد ضرری به پویراز نزنه از اینجا رفتم. تو همینو خیلی خیلی خوب میدونی عالیه خانم. اگه واقعا میخوای به پویراز کمک کنی مقابلش ظاهر نشو. خیلی دیره. وقتش که برسه میرم پیشش و تو هیچ کاری نمیتونی بکنی عالیه خانم. ببینی وقتی پویراز واقعیت رو بفهمه پیش کی میره؟ پیش تو یا پیش من؟ کجا موندی؟ 1 ساعت منتظر قهوه. چیزه چون نمیدونستم وسیله ها کجان یه کمی طول کشید. من تو این کارا خیلی خوب نیستم. یعنی چی خوب نیستم؟ کار که بلد نیستی قهوه درست کردن یاد بگیر. بیا قراره بازم ایمیل بزنی. داداش اون دختری که صبح اومده بود بازم اومده، چیکار کنه؟ پشیمون شده. بگو بیاد. چی شده؟ میخوای معذرت خواهی کنی؟ آقا دویگون از شما خواهش میکنم لطفاً کاری به اینجا نداشته باشین. هر کاری بخواین میکنم. اگه خواستین این جزیره رو ترک میکنم. اگه بخواین تا آخر عمر تو شرکتتون بدون دستمزد کار میکنم. اما لطفاً کاری به این جزیره و اهالی اینجا نداشته باشین. بذارین همه چی به وضعیت سابقش برگرده. به اون وضعیتی که من اینجا نیومده بودم و همه چی رو نابود نکرده بودم برگرده. ببینید من بدون اینکه به کسی آسیبی برسه کلی جا براتون پیدا میکنم که بتونید کلی هتل داخلش بسازین. بی خیال اینجا بشین لطفاً. بی خیال اهالی اینجا بشین، چون که این مردم اینطوری خوشحالن. لطفاً. همینه. تبریک میگم. هممون رو احساسی کردی. حزیران تو خیلی تو جزیره فیلم تماشا میکنی؟ وقتی از کار جدا بشی همینجوری میشه. تو دیگه به هیچ دردی نمیخوری. تو چشم من و شرکت هیچ اهمیتی نداری. نمیتونی هیچ کاری بکنی. ابراهیم نیازی نیست، خودم میرم. به اون روز پسرت هم بگو خودشو آدم بزرگی نبینه. جزیره یه کوچولو. بالاخره بهت نشون میدم. آروم باشی، چی نگو. بیرژیک تو اینجا چی کار داری بیرژیک؟ داستانش خیلی مفصله. صادق منو اینجا آورده، حالا بعدم برات تعریف میکنم. موضوع الان من این نیست. حزیران من الان فهمیدم این همون مردیه که تو تعریف میکردی. من اینو نمیدونستم. داشتم فکر میکردم از کجا میتونم فرار کنم که یه دفعه ای تو اومدی. خوشحالم که اومدی. حزیران این مرد فکرای بدی برای این جزیره تو سرش داره. میدونم. خب ما باید زودتر جلوشو بگیریم. منم واسه همین اومدم. صبح اومدیم حرف بزنیم ما رو بیرون کرد. الان باز اومدم حرف بزنم و بیرونم کرد. دیگه نمیدونم باید چی کار کنم. حزیران
تو میدونی من چقدر دلم برات تنگ شده. خیلی چیزا تو این مدت تجربه کردم، انقدر نیاز داشتم ببینم تو برات تعریف کنم. خیلی نگرانت شدم، گفتم حتما از پویراز جدا شدی، کلی ناراحت شدی، گریه کردی، از خورد و خوراک افتادی، چون که وقتی تو ناراحت میشی اشتهات کور میشه. بعدش هم با خودم گفتم اگه یه وقت بذاره بره چی؟ بدون تو چی کار میتونم بکنم؟ حاضران من واقعا خیلی پشیمونم. منم همینطور بیرژیک، منم خیلی حس بدی دارم، خیلی احساس تنهایی کردم، حس کردم کسی رو ندارم. من همیشه اومدم پیشت اما تو همیشه هولم دادی. بازم بیا، قول میدم دیگه این کارو نکنم، قسم میخورم. تازه یوگارم شروع کردم، این روزا خیلی آروم ترم، باور کن. خیلی معذرت میخوام، من تو رو خیلی دوست دارم، معذرت میخوام. من معذرت میخوام بیرژیک، دوست عزیزم، معذرت میخوام. اما ببین بعد از این قهر و دلخوری و ناراحتی نداریم، قبوله؟ قول میدی؟ قول میدم، تو صمیمی ترین دوست منی. داره میاد. حاضران. آها، مقاومت میکنین. احساساتی شدم. یعنی همو میشناسین و پشت سرم کار میکنی؟ نه، راه خروج رو پیدا نکرد، منم داشتم راهنماییش میکردم. پس وقتی داری دوستتو بدرقه میکنی تو هم برو. از جاسوسی های کوچیک توی خونم خوشم نمیاد. جفتتون از خونم گورتون رو گم کنی. ابراهیم بیا بریم بیرژیک. عاشق این سنگ سیاه هستم. ببین به هم میاد. داره بگو. زینب یه سیرکی بود یادته؟ خیلی شبیه دلقکای اونجا شدی. به خدا موهاتو از تم میکنم. دخترای جادوگر. من قراره برم، شما نگران نباشین. خیاطای تقلب. فقط فلفل نبین چه ریزه، بشکن ببین چه تیزه. نگران نباشید، من میدونم چی کار کنم. نگران نباشید. اینطور بگم که نفر سوم مشخصه، نفر دوم معلومه که تویی. جوجه ها رو آخر پاییز میشمارن زینب خانم. اینو بده به من. گور کم چی کار داری میکنی؟ اول من دیدم. نه اول من دیدم. اینه بچه ها رفتار میکنی. اینو بده من. شما میخوام به پسرم هدیه بدم. حامله که بودم براش درست کردم. خیلی خوبه، خیلی خوب درست کردین. ولی من انگار شما رو از یه جایی. این پارچه اصلا دوخت خوبی نداره. ولی نتونستم چیز دیگه پیدا کنم. مسابقه داریم واسه همین اینو برداشتم. ما هم یه جورایی دیوونه شدیم دیگه. کشدار، یه مدل کشدار تو این پارچه خیلی خوب میمونه. واقعا؟ بله کشدار. روز خوش. این کی بود؟ نمیدونم. سلما. به خدا نمیدونم، همش نپرس، چیزی نمیدونم. من میدونم وقتی میگی چیزی نپرس حتما میدونی. تو میدونی اون زن کلاهدار کی بود؟ فوراً بگو. شبیه یه کسی بود، شبیه آیتن بود، ولی خدا کنه که خودش نباشه. آیتن کیه؟ مامانه پویراز رو دارم بهت میگم دیگه. اون نه بابا آیتن نیست. اون باید چرا اینجا برگرده؟ چه میدونم. دخترا ووو سالن تو جزیره است. میتونین باور کنی؟ عکس قهوه گذاشته، نگاه کنی. قهوه میخوره. یعنی اینه؟ نه بابا این نیست، الان تو جزیره است. یعنی اونه. ها نگاه کنین اونجا رو. این طرفی بریم. نگاه بیا بریم. بیا ما این آدم رو بدزدیم. چی کارش کنیم؟ خب بدزدیم دیگه. تو رو خدا این احمقا حرف نزن. منو باش با کی حرف میزن؟ شما از کی تا حالا به بقیه خوبی میکنین ها؟ ملیسا جون اگه توجه کنی این مشکل همه است. تو که تازه اومدی، از کجا میدونی؟ من تعریف کردم. در ضمن اگه من شریک این هتل هستم اونم شریک حساب میشه. حساب نمیشم. من شریک هتل موتل نیستم. چی داری میگی؟ حاضران تو کجا بودی؟ اومدم دیگه.
من و بیرجی که نقشه ای داریم اما به خاطر این اول باید متحد بشیم. یعنی به خاطر جزیرمون برای یه مدت باید اعلان آتش بس کنیم. تمام کسانی که قهر هستن آشتی میکنن، کسی هم مشکلی پیش نمیاره. همه قبول میکنن؟ قبوله. معلومه که آره. بله. من شما رو دوست دارم. من راضی هستم. در ضمن کسی نمیتونه هتل منو از چنگم در بیاره. منم قبول میکنم. منم قبول میکنم. امشب مخفیانه وارد خونه دویگون میشیم. به خاطر این به کمک همتون نیاز دارم. منظورت چیه میریم؟ بله، این مشکل هممونه و همه با هم از عهده این کار برمیایم. نه، این ممکنه خطرناک باشه. اگه خطرناکه برای هممون خطرناکه. کسی اعتراضی داره؟ نقشه چیه؟ من یکی بودم، اونا 5 نفر. کاری داشتین؟ سلام، ما اومدیم به آقا دویگون خوش آمد بگیم. شما کی هستین؟ من با تو نمرانلی هستم. خانم محترم؟ ایشون خانومم هستن. خانومم همسرم. بله، من ایدیلم، دختر آقا لطیف. اون عشق منه. یه ثانیه صبر کن بینم. بله داری میبینی دیگه، پشیمون میشه. خب هر کسی نمیتونه با تو نمرانلی باشه. تو کل دنیا دروگه کمی هستن که میتونن به روی این اثبات بشن. اندازه کافی نگرانم. احتمالاً میاد و معذرت خواهی میکنه. آقا دویگون مهمون قبول نمیکنه. باشه، یعنی من گفتم چیزی نگم ولی فکر میکنم کاری از دستم بر نمیاد. من پسر جناب نمرانلی هستم، بابام هستن. اگه خواستین به اطلاع آقا دویگون برسونیم ببینم این دفعه هم مهمون قبول نمیکنه. بیچاره اونم نمیدونه. یعنی اسم بابامو استفاده کردیم زیاد خوب نشد ولی عیبی نداره، بالاخره نمرانلی هست. بسه بات. اصلا نیازی به معذرت خواهی نیست. ایشون کسی رو به اسم جناب نمرانلی نمیشناسه. آقای محترم، مثل این که من اول گفتم متوجه نشدیم. بهتون گفتم من دختر لطیف سالم شهردار اینجا. بهتره بیشتر از این ما رو اینجا معطل نکنی. اگر بیافتیم بدبخت میشیم. صادق آروم باش. میشنون احمق. من این کارو برای ویرجیک پیدا کردم. من اگه میدونستم همچین کاری نمیکردم. من آخه چرا این کارو صادق جون آروم باش، یه نفس عمیق بکش. ملیسا رفتن داخل. باشه رفتن داخل. اوف، این فیوز برق کجاست؟ سلام. یعنی تو دختر شهردارمون هستی؟ بله، از دیدنتون خوشحالم. خانومم هستن، ایدیل خانوم. منم پسر جناب نمرانلی هستم. خوشبختم. درباره آقا لطیف چیزای خوبی شنیدم. بفرمایید داخل شید. خیلی ممنونم از اینکه قبول کردیم ببینیمتون. مطمئنی که اینجاست؟ معلومه که نیستم، ولی باید این اطراف باشه. تو اینجور خونه ها همیشه بیرون میزنن. ملیسا، همینو کم داشتیم.
خیلی خوب، تو برو اونا رو دست به سر کن. باشه من؟ بله تو. نه من نمیتونم. ملیسا برو اشوه بریز، حواسشونو پرت کن. نمیتونم، یه کاری بکن دیگه. منو اشوه یه چیزی میگی یا؟ برو دیگه، خواهش میکنم. ببین داشتم باز یه شب بیشینیم سر فرصت همه چیو واسه تعریف کنم. حالا میگم این اینجا چی کار میکنه؟ سلام آقایون. آقایون راستش من گم شدم. اینجاها رو زیاد نمیشناسم. میشه شما راهنماییم کنین؟ بینم اینجا تو ملک شخصی واسه چی اشوه شطوری میای؟ پس ملک شخصیه. مثلا چقدر شخصی این ملک؟ بابام دوست داره که اینجا سرمایه گذاری کنه. اگه بخواین من آشناتون میکنم، شاید با هم فکر بودین. بله بله خانومم و من معمولا شبا خیلی حوصلمون سر میره. با خانومم پیاده روی میکنیم، مثلا بستنی میخوریم. بالاخره زندگی توی جزیره اینجوریه دیگه. میدونین جزیره خیلی جای آرومیه، خیلی خیلی آرومه. مثلا مثل خب مجیدیه کوی نیست. آره بله اینطوری. آره اینجا بازه، بیا از اینجا بریم. بیا من کمکت میکنم. نه خیر، خودم میرم. نمیتونی بری. میتونم. حاضیرا نمیتونی. میتونم. نمیتونی. نمیتونم. وارد شدیم، میخوایم بریم طبقه بالا. نذارین یارو از جاش تکون بخوره. بیا. خیلی خوب. اوکی، نمیذاریم تکون بخوره. جانم؟ جانم؟ داشتین از رستوران توی پاریس میگفتین؟ بله بله دقیقاً. تا حالا به طبقه بالای اون رستوران رفته بودیم؟ اونجا طبقه دیگه ای نداره. بله، به خاطر همینم میگم ما طبقه بالا نرفتیم. شوخی خیلی خنده‌داری بود نه؟ بزن قدش. آره خیلی خندیدیم، بزن قدش. دستم خسته شد. باتو جون عزیزم، شاید ایشون از شوخی زیادی خوشش نمیاد. اینطور نیست عشقم؟ عشقم من عشق تو هم؟ خیلی عاشق منه، واسه همین هر وقت بهش میگم عشقم تعجب میکنه. آره تعجب میکنم. ایدیل جون به آقا لطیف خیلی سلام برسون. متاسفانه امشب کارام خیلی زیادن. با اجازهتون میرم به کارام برسم. دوستان راهنماییتون میکنن. ای بابا تو چقدر جدی و کاری هستی. بیا بشینیم یکم حرف بزنیم و بخندیم. آره این جزیره دیگه خیلی خسته کننده است. بله. بیا یکم از استانبول برامون تعریف کن، خیلی دلمون تنگ شده. مثلا من هیچ وقت نرفتم. اصلا چیزی نمیدونم. بابا بشین تعریف کن. آره ببین تلاش بی خود نکن، من تو اون فازا نیستم. ها تو اون فاز نیستی؟ مثلا چه جور فازی داری الان؟ ملیسا جواب نمیده. باید برق و قطع میکردن، نکنه تو دردسر افتادن ها؟ زنگ بزن ببین زنگ بزن. آره به نظرت چیزی شده؟ بگو. ملیسا کجاست ها؟ گروهو نگاه نمی کنی؟ نه باید برق و قطع کنن.
رفته طبقه بالا. اوف، قطع کن. دیگه داری میری رو مخم. یه لحظه، من واسه دویدن اومده بودم و گم شدم. گفتم شاید شما آقایون بتونین کمکم کنین. بگید ببینم شما با دوست من چی کار داری؟ تو همون دختره که صبح دیدم نیستی؟ نمیدونم. اگه اون دختره باشم میخوای چی کار کنی؟ ملیسا جان، تو برو، منم با این آقایون خوشتیپ دیگه خدافزی میکنم، میام. یه شب دیگه بازم میاییم. باشه، یه شب دیگه میایم. باشه، خیلی ممنونم. رسما داری ما رو بیرون میکنی. شب بخیر، بریم. خیلی ممنونم از مهمون نوازیتون، لطف کردین، دستتون درد نکنه. ما دیگه داریم میریم الان، یعنی یه شب دیگه میبینمتون. معلومه که میایم، ولی الان دیگه داریم میریم دیگه. الان هم جلوی دریم. شما تو خونه به این بزرگی تنها زندگی میکنین، ولی نمیشه. بله، شبتون بخیر. خیلی ممنون از مهمون نوازیتون. شبتون بخیر آقا دایگو. چی شد؟ کی اونجاست؟ عجله کن. زود باش، عجله کن. کسی اونجاست؟ برو تو همون، برو دیگه. چی شد ها؟ چی میگی؟ چی شد؟ به خاطر این احمق بیرونمون کرد. میدونستم باید چی کار کنم، ولی چی کار کنی؟ چی شد؟ نگاه کنید. چیو؟ اینجا رو نگاه کنید، پیداش کردن. الان گیر میافتن. قلب کوچولوی من دیگه طاقت نداره. نفس بکش، نفس. آره خوبه، بهتر شد. عالیه، آروم باش. دیگه باید برقا رو قطع کرده باشن. زود باشید دیگه. شما کی کارتون تمام میشه؟ یعنی میگم بعدش شاید 4 تایی با هم رفتیم رستوران. Sana bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına savaş onunla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir sen bana yürüyünce. Beyaz
son cezama itiraz. Kalbim uslu durmuyor, verse nerede hitap? Yani biz seninle karşısında dünyanın bir kör oğlu bir hayvan. Sonra yazmayınca harflerim mütellik, yan yatar kelimeler, cümleler devrik. Sar bütün müzik artık anla, bensiz olur ama sensiz olmaz asla. Çift gök dışarı çıkar, sen yağmurda görünce. Yaz erken gelir, buzullar erir, sen bana yürüyünce. Çift gök dışarı çıkar, sen yağmurda görünce. Yaz erken gelir, buzullar erir, sen bana yürüyünce.